حالا میایم باز تاکید میکنیم روی این آب اضافه سر قلمو رو میگیریم و خطوط وسط ابرو رو بیشتر تاکید میکنیم. موهای سر ابرو از همدیگه باز میشن. زیر پلک پایین هم یه ذره بیشتر سایه میزنیم. گوشه چشم توی این ناحیه. ببین من پردازام نقطه نقطه نیست، خطای که بر اساس فرم هاشوره. تو این قسمت بغل بینی، چون اولین تجربیات پرداز شما قرار هست باشه، خیلی پرداز مفصلی نمیخواد بزنی. پرداز در همین حدی که من میزنم کافی. حالا این کاغذش یه ذره بافت داره، نقطه های سفید داره، حتی با پرداز میتونین لابلای اونا رو هم چیکار کنین؟ پر کنین. دقت داشته باشید که پرداز خیلی باید کم رنگ، آب قلموتون هم زیاد نباشه. بیشه. باز دوباره ابروها رو تاکید میکنیم. بین ابروها یه ذره پرداز میخوره. این قلموی منم قلموی 2-0 گرافه. هر کسی میخواد بدونه با چه ابزاری دارم کار میکنم. خیلی نباید موهای قلموی پرداز انعطاف زیادی داشته باشه. موهاش باید یه مقداری صاف بمونه در حین کار کردن. اینقدر تاکید میکنید تا به اون تیرگی مورد نظرتون برسین. میتونید تک رنگ با قهوه‌ای یا مشکی این کار رو انجام بدین.